Misoli 96 asavul shot qimməti kalonların funksiyayı dərreyşə düstü bisbə minus x kvadratı yok ben. O zaman دو رو دیده میتوانم یکم رو این با یوری حاصلش مکرر میتونیم کمتر در روز میشود یعنی نقطه اکستریمم رو یافته از اونجا قیمت کلانتری یافته میتونیم یا اینکه اصلا روی آسان‌تر ممکن باشد در این ریشه نگاه کنید این funksiya kvadrati است. Funksiya kvadrati چی بود؟ پارابولا. رسم اون هم وقت پارابولا است. یعنی تقریبا اگر من رسم همین فونکسیا رو کشیدم و در این ریشه رو حرکت کنم رسمش خیلی میشد. این پارابولا است. یعنی نقطه بالاترین در همینجا میشه. کلانترینش. و این کدام نقطه است؟ نقطه اکستریمم یعنی نقطه گردش. اگر شما دونین که چه فونکسیا رو از من فونکسیا کواdraتی رو الویده نویسم نقطه گردش رو چه میابه؟ شما میتونید یک بار از روش فونکسیا یافته میتونید یا اینکه برای نقطه اکستریم رو یافتم x y برای x رو یافتم ما هم وقت باید این خیلی فرم استفاده برده میتونید b در اینجا کوفیشنت x a کوفیشنت x کوادرات در اینجا که ما x نداریم 0 میشد ما کوفیشنت x کوادرات مینوس 1 دارم 2 مینوس 2 میشه 9 یعنی تاثیر نکرد و برای y رو یافتم در این فونکسیا 9 رو میمونم یعنی f 9 رو میمونم جای ما 225 میشه یعنی همین فونکسیا درونه قیمت کلانترینش 225 است این که در این ریشه است در این ریشه اصلا کلان بعد ریشه 225 این البته که ما میدونیم 15 است ریشه 15 میشه یعنی ریشه 215 باید دیگه چه کار کنیم؟ اول در این ریشه دیدم فونکسیا کواdraتی اصلا قیمت کلانترینش رو یافتم این ما میدونیم پارابولا و آن رو 225 یافتیم بعد اگر این اصلا کلانتر در این ریشه 225 شود خودی ریشه 15 میشه اصلا کلانتر